افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام اسلکانی بیبی، نبیره های عزیزی بیبی. انا باز وقتی افسانه خانی رسید. امشب من با شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک یک افسانه زیبایی با نیکی بدی با بدی نیکی را میخوانم. بود نبود یک پادشاه بود. پادشاه باشد 3 پسر داشت. از روزها، از ماهها، از سالها گذشت و پسرانش کلان شدند. جوانانی زور و چاقان و پهلوان شدند. پادشاه بیتلی داشت که تای ذاتی میزایید. این تای اسبی میشد که مثل باد میرفت و اگر لازم شود پرواز هم میکرد. لیکن همین که ساعت زاییدن بیتل رسید، دیو رسیده آمده تای را گرفته می رفت. دیو است. زور آدمی زاد به آن نمی رسید. در درگاه پادشاه پهلوانی پیدا نشد که تای را از دست دیو زده گیرد. یک روز وقتی زاییدن بیتل شد و پادشاه غرق اندیشه در تخت می نشست که پسر کلانیش پیشش در آمده گفت: ای پدری بزرگوار، اجازه دهید در نزد بیتل باشم. همین که تولد کرد تایچه را پنهان کنم تا دیو نیابد و نبرد. پسرم، این کار خطر دارد، گفت پادشاه. آدمی زاد پیش دیو عاجز است. تو هیچ کار کرده نمیتوانی پسرم. پسرش گفت: پدر، ما تا کی به اختیار دیو میمونیم؟ ما چی آدمیم اگر برای مال خود با دیو دست به گریبان نشویم؟ خیر، پادشاه اجازت داد. پسر کلانی در یک کنج سیزخانه پاییده شست. وقتی تولد بیتل بود که خوابش برد. یک غنب کرده خیست که الکی بیتل تولد کرده است و دیو گرفته رفته است. با همین 1 سال گذشت. باز وقت تولد بیتل شد. این دفعه پسر میانه پادشاه پیشش در آمده گفت: پدر جان، اجازه دهید این نوبت من پاسبانی کرده تایچه را از دست دیو خلاص کرده گیرم. پادشاه گفت: اکاد کار کرده نتوانیست. گمان است که تو هم کار کرده توانی. بهتر است که جان خود را به خطر ناندازی پسرم. پسر باشد به گپ خود ایستاد. خیر، پادشاه اجازت داد. پسر میانه به اسبخانه رفته پاییده شست. نصف شب او را چنان خواب پخش کرد که چشمانش خود از خود پوشیده شدن گرفتند. یک غنب کرده خیست که بیتل الکی تولد کرده است و دیو تایچه را گرفته کیها رفته است. هرچند از پشتش دوید رسانیدن نتوانست. از بین باز 1 سال گذشت. باز وقتی تولد بیتل رسید. این نوبت پسر خردی پادشاه به پیشش در آمده گفت: پدر جان، اجازه دهید من تایچه را از دست دیو خلاص کرده گیرم. پادشاه یک خندید و گفت: پسر جانم، برادرانی از تو کلانتر و پرقوتت چی کار کردند که اکنون تو کنی؟
خود را بیهوده به تشویش نانداز. پادشاه هرچند کرد پسرش از رایش نگشت. رفته در یک کنج اسبخانه نشست. یک وقت خوابش آمد. گوشتی یک انگشتش را برید و به جای بریدهش نمک و قلنفور پاشید. جای بریده سوزیش کرد. خوابش پرید. قریبی سحر بیتل تولد کرد. رفته تویچه را داشت. این وقت از کجای یک دیو پیدا شده تویچه را از دست وی کشیده گرفتنی شد. پادشاه بچه تویچه را به طرف خودش کشید. دیو به طرف خودش. آخر دومی تویچه کنده شده در دستی پادشاه بچه ماند و دیو باشد تویچه را گرفته رفت. پادشاه بچه به پیش پدرش آمده واقعه را نقل کرد. اکه‌های بچه هم به پیش پدرشان در آمده گفتند: پدر، به ما اجازه دهید به جستجوی تویچه رویم. پادشاه راضی نشد. پسرانش از گپشان نگشتند و توشه و تلقان گرفته برآمده رفتند و از پیش 3 راه برآمد. در سر یک راه روی تخت سنگ روی زود برمیگردی. در سر راه دیگر روی دیر برمیگردی. در سر راه سیوم روی بر نمیگردی نوشته شده بودند. برادری کلانی به راه یکم، برادری دویم باشد به راه دیر میگردی و خردی به راه سیوم رفت. پسر کلانی رفت. تو شب و تلقانش تمام شد. چی کار کردنش را ندانسته سرسان و سرگردان شد. یگان هنر نداشت که مشغول شود. آخر به یک آشپز خدمتگاری علمان شده به زور روز گذراند. برادر میانه هم رفت. توشه و تلقانش تمام شد. یگان هنر که نداشت مجبور شد به یک چایخانه‌چی خدمتگار شده روز گذراند. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام